دنیا هست که اونها را امروز فریفته کرد. بازیچه طفل فریب این متاع دهر، بازیچه طفل فریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر این مبتلا شود. حضرت تفسیر حسینی میگه، حسین واعظ کاشفی، به عقل مردمان که به این مبتلا شود. اونا با عقل نیستند. کسانی که امروز بین یک خانه میکند کفایت نمیکند، دویم خانه میچسبد، سوم خانه میچسبد، چهارم، یک عمر فقط امارت است. ما نمیگیم امارت نکن، ما نمیگیم آبادی نشود، آبادی شود، آباد کن، خوب کن، لیکن در برابرش امارت خدا را و امارت قصرهای جنتی را فراموش نکن. آخه طرف هم آباد کردن در کار، این طرف آباد شد، اون طرف هم آباد کردن در کار. 50 سال 60 سال حیات قریب نیست یا شما و شما فقط در محبت دنیا و فقط و فقط در ساختمان و در آب و در گل صرف میکنید. خلاص با آخر وقتی امتهای احمد، وقتی حضرت ابراهیم که خیلی عمرهای دراز میدیدند، با یکی از زاهدان، با یکی از پیروان خود در یک بیشه میگد رو پرو شد و گفت ای امت ابراهیم، گفت حضرت ابراهیم خطابش کرد، ای پیرو ابراهیم، خانه داره که ما با همراهی تو در خاندان تو رفته مهمان شویم. گفت این حضرت چی گفت؟ و حضرت ابراهیم گفت عمر من، گفت چنان عمری درازی نیست که من این عمر را، گفت فقط و فقط در عمارت کردن صرف کنم. گفت ای پیر، گفت ای پیرانسال، ای مرد، ای موسفید، چند سال عمر داری؟ گفت 400 ساله هستم، 400 ساله هستم، لیکن عمر من نه قدر عمری هست که من اینا در عمارت و فقط در بنیاد دنیا صرف کنم. 400 ساله عمر. همین حضرت مولوی در نظم در آوردن، با آخر وقتی امتهای احمد، حضرت ابراهیم به سوی همون پیرانسال 400 ساله گشت و چی گفت؟ آخر وقتی امتهای احمد با عمر اندک معمیری به حق، ای پیر گفت ای امتی من، ای پیروی من، فراموش نکن گفت یک احمد گفتگی پیغمبر میبراید، یعنی محمد است. امتش بسیار عمر قلیل دارد، بسیار عمر کوتاه دارد، لیکن معمیری به حد دارد، عمارتی بسیار دارد. با عمر اندک معمیری به حد، با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب رنگی. عمرهاشون 20 سال است، 30 سال است، 40 سال است، 50 سال است، لیکن چنان قصرهای دبدبناکی میکنن. بسازن قصرها در اوج رفعت، باغ و بوستان، ایوان و مسند. چنان قصرهای میکنن که آشیانه هاش دیگر حساب کردن نمیشود. چنان باغهای آراسته میکنن که دیگر حد کنار ندارن. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازما ای پیری خوشحال، تو 400 ساله مردک، 400 ساله عمر داری، چرا یک خانه برای خود بنیاد نکردی؟ لیکن این پیری دانا و پیری خردمند بود. پس ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد، بودی من کردم در سجده مسند. و یک سجده بکردم من تمامش، به روز حشر میدادم سلامش. اگر عمر من 50 ساله میشد، 60 ساله میشد، قسم بر خدای تو ای ابراهیم که من بر یک سجده بودش میکردم، و یک رکعت نماز، با 2 رکعت نماز بودش میکردم، با سلام همین نماز در قیامت میدادم. از این خاطر مولوی گفتن نزیبد کس به این 2 روزه فرصت، گذارد طاعت و سازد امارت. نمیزیبد، گفت برای بنده مؤمن نمیزیبد که فقط امارت کند و طاعت خدا را یک جای دیگر بسازد. از این خاطر ما و شما را این دنیا فریفته نکند. دنیا جای ما و شما نیست، زندگی ما و شما غلط نیست، زندگی ما و شما گناه نیست. در بهترین نعمت خدا را میخوریم، بهترین نعمت خدا در زندگی میکنیم، اینها غلط نیست،
لکن فراموش نکنید که دنیا برای شما نیست. دنیا مقام دائمی شما نیست. شما را البته ترک می‌سازد، شما را البته 3 طلاق می‌کند، شما را از بالای خودش دور می‌سازد. رسول اکرم چی گفتن؟ اللهم، دعا کردن، لا عیش الا عیش الاخره. خدایا این عیش نیست این دنیا. این دنیا زینت ندارد، راحت ندارد. پروردگارا هر عیش هست، هر راحتی که هست عیش آخرت است. خدایا برای ما آخرت نصیب کو. گفته حضرت دعا کردن. ما و شما هم باید چیکار کنیم؟ طلبگار فقط آخرت باشیم. با این دنیا دل نبندیم. حاصل دنیا چی باشد؟ ای امین، 9 گزی کرباس با 3 گز زمین. همین از هم از حاصل دنیا فقط و فقط همین.